رحمت خدا دور هستند. اینها کیا بودند؟ کسانی که دو مردی که با یکدیگر میرسند بچه بازی میکنند، و دوم اون مردهایی که با دست خود حرام میکنند. پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که با حیوان برسد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید 4 طایفه دیگر هم در لعنت خداست. اول مردی که لباس زن را میپوشد، دوم زنی که لباس مردها را میپوشد. متاسفانه امروز خواهرای ما و شما، پیغمبر خدا گفتند 4م طایفه که در لعنت خدا گرفتارند آن جوانهای هستند که از موضع حاصل زنها استفاده نمیبرند، از موضع تولد استفاده نمیبرند، بلکه از عکس او استفاده میبرند.